خیلی ها دیدن فکر میکنن هوش مصنوعی یه چیزی مثل گوگل، یعنی یه بانک اطلاعاتی داره، ازش سوال میپرسین میره اطلاعات رو از اون بانک برمی‌داره به شما تحویل میده. هوش مصنوعی هیچ شباهتی به موتورهای جستجو مثل گوگل یا بقیه چیزایی که ما به عنوان سرچ میشناسیم نداره. تازه از اونم بدتر، دیدن بعضیا فکر میکنن که بانک اطلاعات هوش مصنوعی به خود گوگل وصله. خب گوگل داشتیم دیگه، اگه می‌خواستیم دوباره هوش مصنوعی هم جوابمون رو از تو گوگل بیاره، چرا باید دوباره یه چیز جدید اختراع می‌کردیم؟ هوش مصنوعی بانک اطلاعات نداره، پس اطلاعاتش رو از کجا میاره؟ ببینید، هوش مصنوعی یه چیزی مثل یه بچه. یعنی چجوری وقتی یه بچه آدم به دنیا میاد یا اصلا یه بچه گربه یا هر بچه دیگه، چجوری این جهان رو میفهمه، اطلاعاتش رو از کجا میاره؟ به مرور از خود ما یاد میگیره دیگه. یعنی یه شهود. اینهاش. یعنی فکر کنم اولین انسان اومده اولین بار از هوش مصنوعی پرسیده میدونی گربه چیه؟ هوش مصنوعی گفته نه نمیدونم. اولین انسان براش توصیف کرده، گفته گربه یه حیوانیه که رو 4 تا دست و پاش راه میره، یه کله داره، 2 تا گوش داره، 2 تا چشم داره، یه چنین چیزی. و مثلا 4 تا عکس گربه هم بهش نشون داده. دومین نفر اومده از هوش مصنوعی پرسیده که میدونی مثلا سگ چیه؟ هوش مصنوعی گفته نه. دوباره اون آدم براش توضیح داده که سگ یه حیوانیه که رو 4 تا دست و پاش راه میره، 2 تا چشم داره، 2 تا گوش داره. توجه کنین این توصیفی که اون آدم از سگ میکنه با توصیفی که از گربه میکنه تقریبا مشابه همه دیگه. خب و آدم مثلا 4 تا عکس سگ هم به هوش مصنوعی نشون داده. این تا اینجاش اومده یه تصور کلی از سگ و گربه پیدا کرده. دفعه بعدی سومین آدم میاد ازش میپرسه که میدونی گربه چیه؟ هوش مصنوعی 2 تا عکس سگ رو بهش نشون میده، 2 تا عکس گربه رو، و میگه که از نظر من گربه یکی از این 2 تاست. اون آدمه 2 تا عکس گربه رو انتخاب میکنه دیگه. خب و هوش مصنوعی مطمئن تر میشه که این 2 تا گربه است و اون 2 تای دیگه از فرایند یادگیریش اوت میشه. برای همیشه میفهمه که این 2 تا گربه نیستن. توجه کنین که این خیلی به فرایند یادگیری خود ما شبیه. یعنی خود ما هم اول که به دنیا اومدیم همه چیزایی که الان تو این دنیا میدونیم که برامون خیلی بدیهیه که این مداد، این خودکار، این انسانه، با همین روش یاد گرفتیم دیگه. نمونه های زیادی ازش دیدیم و این تو ذهنمون انقدر غربال شده که تونستیم اینا رو دسته‌بندی کنیم و به یه شناختی برسیم. حالا میاد نفر مثلا 34 از هوش مصنوعی میپرسه که میتونی عکس یه گربه سیاه با چشمای زرد از یه نژاد مثلا میکس پرشین به من نشون بدی؟ این دیگه خیلی سوال پیچیده‌ای میشه. هوش مصنوعی میاد از همه گربه هایی که میشناسه یه سری عکس دوباره به اون آدمه نشون میده، مثلا 10 تا عکس، و میگه از نظر من گربه‌ای که تو میخوای یکی از ایناست. آدم 2 تا عکس رو دوباره انتخاب میکنه، میگه که اینا مشابه ترین عکسیه به چیزی که من میخواستم، و دوباره درک هوش مصنوعی از اون مسئله‌ای که قرار بوده یاد بگیره میاد کاملتر، جزئی‌تر و دقیق‌تر میشه. به همین ترتیب میاد انقدر این فرایند تکرار میشه و تکرار میشه که این تبدیل میشه به یه مغز خیلی گنده که حالا چیزای زیادی یاد گرفته. پس چرا میگم هوش مصنوعی یه هوش بانک اطلاعات نیست مثل گوگل؟ چون گوگل قابلیت یادگیری نداره، فقط اطلاعاتو میریزن توش و اون پس میده. اما هوش مصنوعی سازوکارش، فرایند یادگیریش شبیه فرایند یادگیری مغز خود ماست. بر اساس تکرار، تمرین و ارتقا بهتر و بهتر میشه، اما هیچ موقع هم نمیتونیم بگیم که این 100% کامل شده و هیچ نقصی توی اطلاعاتش وجود نداره. حالا یکی از ایرادات عمده‌ای که دیدم همون کسایی به هوش مصنوعی میگیرن، همونایی که فکر میکنن هوش مصنوعی همون بانک اطلاعات گوگله، اینه که اطلاعات این منبع علمی نداره یا دقیق نیست.
خب آره مشخصه که منبع علمی نداره و دقیق نیست، چون هوش مصنوعی بازم میگم یه مغز عین خود ما. تصور کن که ما بریم یه چیزی از رفیقمون بپرسیم، یعنی من میام از دوستم بپرسم پایتخت استرالیا کجاست، اون یه جوابی به من میده دیگه بر اساس دانش و چیزایی که خودش تو این دنیا یاد گرفته. اما من نمیتونم این جوابو به عنوان یه فکت کلی بپذیرم و از اون به بعد برم به همه آدمای دنیا بگم پایتخت استرالیا اون شهریه که دوست من گفت. دوست من سندیت علمی نداره، صرفاً چیزایی که یاد گرفته در طی سالهای زندگیش به من پس داده. هوش مصنوعی از جمله پرکاربردترین نرم افزار اطلاعاتیش الان برای ما که همون چت جی پی تیه، دقیقاً همین کار رو انجام میده. چیزایی که از خود ما یاد گرفته به خود ما پس میده. پس اگه دنبال اطلاعات خیلی علمی، سندیت دقیق و فکتایی هستین که بتونین بهش اتکا کنین، اصلا نباید سراغ هوش مصنوعی برین. و از طرفی هم نمیتونین انگو بهش بزنین که اطلاعات تو دقیق نیست، به خاطر اینکه اونم یه کسیه مثل ما و اطلاعات ماها هم دقیق نیست. اگه دنبال اطلاعات دقیق هستین، حتی گوگل هم منبع علمی مناسبی نیست. هممون میدونیم هر کسی میتونه بره توی گوگل یه چیزایی بنویسه، از خودش فکت علمی صادر کنه و توی سایت یا وبلاگ یا هر چیزی که داره اونو هی بارگذاری کنه، آپلود کنه. خب اونم مثل اینه هست که میری مثلا تا حالا اسم بیماری ها رو سرچ کردین تو گوگل، مثلا بری سرچ کنین بگی که من اینجا یه دونه جوش زده، یه تبخال زده، توی اکثر سایت ها نوشته که این نشانه مثلا سرطان، هپاتیت، شما فردا میمیری برو کفنتو بخر. ولی خب واقعا اینطوری نیست، به خاطر اینکه این مقاله ISR نیست یا مثلا یه پزشک درجه دار نیست. اگه شما دنبال فکت علمی هستین، مقالات علمی پژوهشیه که دارای سندیت و اعتبار علمی هستن. به جز اون نه گوگل، نه سرچ اینترنت، نه چت جی پی تی و نه هیچ کدوم از ابزارهای هوش مصنوعی سندیت دقیق علمی ندارن. اما در عوض پرکاربردترین راه برای دریافت سریع اطلاعاتی هستن که حالا اگه خیلی هم دقیق و علمی نبود ایرادی نداره. چه اطلاعاتی؟ توی ویدیو بعدیم حتما میگم چه اطلاعاتی و بهتون میگم به جای اینکه هی سوالای چرت و پرت ازش بپرسین، مثل اینکه جهان کی تموم میشه یا جهان کی شروع شده، چیزای علمی که حتی اون ممکنه خیلی دقیق ندونه، چی ازش بپرسین که کار و زندگیتون خیلی ارتقا پیدا کنه و خیلی بتونین ازش استفاده بهتر و بهتر و بهتر هر روزی بکنین.